ببینید خانه های مردم رو بر سرشون خراب میکنند، مزارع رو با آتش میکشند، کودک و بزرگ از دست اونها در امان نیست. با بمب‌های لیزری و هدایت شونده به پناهگاه زنان و کودکان بی‌پناه حمله میکنند و اونها رو به خاک و خون میکشند. برای کشتن انسانها هیچ محدودیتی، هیچ مرزی و هیچ ممنوعیتی برای خودشون قائل نیستند. اینها کیند؟ اینها از کجا آمدند؟ آیا اینها انسانند؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یک عده وحشی، یک عده خونخوار که روی همه جنایتکاران عالم را سفید کردند. اینها یک مجت صهیونیست هستند. از کجا آمدند؟ شما میدانید نظام سلطه و شبکه استعمار برای اینکه بتواند یک پایگاه در قلب خاورمیانه برپا بکند از حدود 100 سال قبل با یک نقشه اهریمنی شروع کرد به برنامه ریزی. آرام آرام آمدند با حمایت کشور مکار و مزور انگلیس افرادی را نفوذ دادند و مسلط کردند بر مردم فلسطین و از 60 سال قبل با یک طراحی بسیار پیچیده روانی و سیاسی و تبلیغی موفق شدند به زور اسلحه در قلب خاورمیانه یک رژیم جعلی را برپا کنند. اول می گفتند چون عده‌ای از اینها بستگان خودشان را در جنگ دوم جهانی از دست دادند و توسط دولت آلمان کشته شده اند باید به اونها یک سرزمین بدهیم. آمدند در اینجا یک حکومت تأسیس کردند و اونها را آوردند اینجا اسکان دادند. بعداً دیدیم که به اون آسیب دیدگان احتمالی جنگ بسنده نکردند. از سرتاسر دنیا عده‌ای رو جمع کردند در اینجا و اینها رو صاحب خانه کردند. بیش از 5 میلیون فلسطینی را به زور اسلحه و سرکوب از خانه خودشان آواره کردند و افرادی را از اقصا نقاط دنیا جمع کردند و تحمیل کردند. سوال ما این بود اگر در اروپا این افراد آسیب دیده‌اند چرا شما می‌خواهید جبران آسیب را از جیب و از حیثیت و از زمین مردم فلسطین انجام بدهید؟ بعداً گفتند اینها کسانی هستند که اجدادشان بیش از 2500 سال قبل در این سرزمین زندگی می کردند، پس باید اونها امروز در این سرزمین حاکم باشند. ما از اونها سوال می کنیم اگر این اصل و این قانون رو بپذیریم و برای همه جهان حاکم بدانیم، همه مرزهای سیاسی امروز دنیا به هم خواهد خورد و ما سوال میکنیم از شما 250 سال قبل، 300 سال قبل در سرزمین آمریکا چه کسانی زندگی میکردند؟ آیا حاکمان امروز کسانی نیستند که با کشتار مردم بومی آمریکا امروز مسلطند؟ اگر بپذیریم هر کس که اجدادش در یک سرزمین زندگی می‌کردند 2000 سال قبل، 3000 سال قبل امروز باید حاکم باشند، پس به طریق اولا
باید حاکمیت آمریکا به مردم بومی آمریکا سپرده بشود که الان حاضرند، اسناد حضورشون موجود است، فیلم و عکس و نوشته و نقشه و نوادگانشون حاضرند. کاملا پیداست که این نقشه از مدت‌ها قبل طراحی شده بود. آمریکایی ها که در اجرای سیاست خاورمیانه بزرگ شکست خوردند، فکر کردند با حمله به لبنان، با اشغال لبنان می توانند مجدداً نقشه مرده برپایی خاورمیانه بزرگ رو زنده بکنند. به همین دلیل حمله کردند. شما میبینید اونها در جنایتشون هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نیستند. من اینجا اعلام میکنم دنیا بداند آمریکا و انگلیس در تک تک جنایات رژیم اشغالگر قدس شریکند و باید این رژیم بدون فرماندهی، بدون دستور، بدون پشتیبانی آمریکا و یار غارش انگلیس کاری نمیتواند بکند. به همین دلیل اعلام کردیم این دو رژیم مسئول همه جنایت‌های رژیم یاغی صهیونیستی هستند. ارتباطات اقتصادی و سیاسی با جنایتکاران صهیونیست داشته باشند، از طرف دیگر بخواهند خودشان را طرفدار حقوق بشر و طرفدار مظلومین و طرفدار صلح نشان بدهند، همه باید اعلام موضع بکنند. من از همه دولت ها میخواهم ممنوعیت را از پیش پای ملت هاشون بردارند. ملت ها امروز آگاه شدند، صحنه را به دقت و با بیداری دارند نگاه میکنند. ملت ها رفتار همه دولت ها و همه شخصیت ها و همه گروه ها رو دارند ثبت میکنند. همه این جنایت ها در لوحه دل ملت ها داره ثبت می شود. ملت ها به زودی به حرکت در خواهند آمد و انشاءالله این جنایتکاران را به پای میز محاکمه خواهند. نظر مردم عزیز بجنورد اعلام می کنم با این رفتاری که آمریکا و انگلیس از خودشون نشون دادند، معلوم شد که اینها صلاحیت حضور در مجامع بین المللی رو ندارند. اینا صلاحیت نشستن در شورای امنیت و داشتن حق وتو رو ندارند. اینها خودشون مجرمند، جنایتکارند و باید محاکمه بشوند. من برداشتم این است رفتار دو سه روز اخیر آمریکا و انگلیس و همدستان اونها رو وقتی نگاه میکنم میبینم اونها دارن خودشون رو برای انجام جنایت‌های بزرگتر آماده میکنن. ملت ایران یک ملت صاحب فناوری هسته‌ای است و کسانی که با ملت ما میخوان حرف بزنند باید بدانند که با کدوم ملت دارن حرف میزنند. اگر عده‌ای فکر میکنند همچنان میتوانند با زبان تهدید و زور با ملت ایران صحبت کنند، بدانند که سخت در اشتباهند. اگر هم الان ندانند به زودی مجدداً زمانی که سرشون به سنگ خواهد خورد متوجه خواهند شد که با یک ملت عزیز، با یک ملت آگاه و یک ملت سرفراز مواجه هستند.